Wanna be successful? Don't put all your eggs in one basket. تو این ویدیو میخوایم چند تا ایدیم فوق‌العاده کاربردی با هم یاد بگیریم که باید بلد باشین. نگی نگفتی، آخر ویدیو حتما برام کامنت کن که چند تاشو شنیده بودی. Okay, what is an idiom? Basically, an idiom is a phrase that cannot be translated literally. Or if you translate it literally, it doesn't show you the true meaning. پس ایدیم ها عبارتهایی هستند که ما نمیتونیم کلمه به کلمه ترجمهشون کنیم، یا اگر هم این کارو بکنیم اون معنی دقیق و حقیقیشون رو به ما نمیرسونه. خب مثل چی؟ Spill the beans. اگه کلمه به کلمه ترجمهش کنیم میشه این. ولی به عنوان یه ایدیم اصلاً به این معنی نیست. راستی آخر ویدیو یه نکته خیلی مهمی گفتم که هم به درد کسایی میخوره که میخوان سپیکینگ معمولی و روزمرهشون بهتر بشه، هم کسایی که میخوان توی بخش سپیکینگ آیلتس نمره بالاتری بگیرن. Okay, let's go. Number 1. Beat around the bush. Beat around the bush. It means not going straight to the point. دیدین بعضی از آدما وقتی میخوان یه چیزی تعریف کنن، مثلا یه داستانی بگن، همش موضوع رو کش میدن، سر اصل مطلب نمیرن. اینجور مواقع ما میتونیم از این ایدیم استفاده کنیم و بگیم Stop it please. Don't beat around the bush. Stop it please. Don't beat around the bush. یعنی بس کن دیگه، برو سر اصل مطلب. Don't beat around the bush, Leonard. Don't beat around the bush, Leonard. Wow, okay. Don't beat around the bush. Wow, okay. Don't beat around the bush. Number 2. Spill somebody's guts. It means tell everything about a specific topic. یعنی هر چیزی رو که راجع به یه موضوع خاص میدونی بگی. این ایدیم یه جورایی متضاد ایدیم قبلی میشه. Spill your guts. Spill your guts. Spill your guts to him. Spill your guts to him. I want you to spill your guts, tell us everything. I want you to spill your guts, tell us everything. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بود، لطفاً ویدیو رو لایک کن، چنل من رو سابسکرایب کن و ویدیوها رو برای دوستات بفرست تا انگیزه بگیرم. مرسی. Number 3. To bite the bullet. To bite the bullet. It means to do something unpleasant because it's necessary. دقت کنید unpleasant بودنش خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی یه کاری رو انجام بدی که برخلاف میلته ولی ضروری و لازمه که انجامش بدی. مثلا فکر کن توی خونه‌ای زندگی می‌کنی، توی آپارتمانی هستی، یه همسایه‌ای داری که اصلاً ازش خوشت نمیاد، متنفری ازش. حالا فرض کن که گربت فرار کرده رفته توی خونه اون. طبیعتاً مجبوری که بری در خونه‌شو بزنی، گربت رو بگیری. خب این دقیقاً کاریه که برخلاف میلته ولی باید انجامش بدی. So you have to bite the bullet. I should just bite the bullet. I should just bite the bullet. Go. Bite the bullet. Go on the dates. Go. Bite the bullet. Go on the We dates. should bite the bullet. Hire a campaign manager. We should bite the bullet. Hire a campaign manager. Next one is to leave out in the cold. To leave out in the cold. این ایدیم هیچ ربطی به زمستون یا سردی هوا نداره. It means to ignore someone. کسی رو نادیده گرفتن. مثلا یکی از دوستات مهمونی گرفته، تو رو دعوت نکرده. So your friend has left you out in the cold. دوستت تو رو نادیده گرفته. Left him out in the cold. Left him out in the cold. And Alex is left out in the cold again. And Alex is left out in the cold again. That will leave you out in the cold. That will leave you out in the cold. She's been leaving him out in the cold. She's been leaving him out in the cold. And last but not the least, to spill the beans. To spill the beans. It means to tell something that shouldn't be told. یعنی یه چیزی رو، مثلا یه رازی رو که نباید گفته بشه میگیم و به زبون میاریم.
توی فارسی بهش چی میگیم؟ مثلا میگیم فلانی بند آب داده. There is no need to lie. Your mom spilled the beans. There is no need to lie. Your mom spilled the beans. نیازی نیست دروغ بگی. مادرت همه چی رو گفته. حالا نکته مهم. چرا ایدیما توی سپیکینگ مهم هستن؟ 2 تا دلیل خیلی مهم و اصلی میتونم اینجا بهتون بگم. اولیش اینه که ما بتونیم نچرال صحبت کنیم مثل یه نیتیو سپیکر و در کنارش صحبت‌های نچرال نیتیو سپیکر ها رو بتونیم متوجه بشیم. دلیل مهم بعدی مربوط به بچه‌های IELTS میشه. به بند دیسکریپتری که خود IELTS ارائه داده برای هر نمره و هر بخش از آزمون دقت کنید. توی نمرات اسپیکینگ بالای 7 از شما میخواد که بتونین ایدیوماتیک لنگویج استفاده کنین. درست و بجا. پس اگر میخواین نمره IELTS بالای 7 برای بخش اسپیکینگ داشته باشین، حتما ضروریه که بتونین از ایدیم ها درست و بجا توی اسپیکینگتون استفاده کنین. ممنون که با من همراه بودین. لطفا اگر ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید.